پشتی کوری خستنا قدغیا چکین کیماوی در راپورتا خود راگهاند که رژیما سوریه چکین کیماوی لباجار حمای بکارانیه بریتانیا داخواز جه انجمن اولهی دike bersiva رژیما سوریه بده. وزارت درویا بریتانیای داخویانی یک بلاف کرد و تیده داخواز جه انجمن اولهی کر bersiva که تند بده رژیما سوریه جبر بکارانینا وی چکین کیماوی لسوریه. ده داخویانی وزارت درویا بریتانیای دهات که در انجام این راپورتا خستنا قدغیا چکین کیماوی تو گمان ناهله که رژیما سوریه پابندبونا خود درباره ریکفتنا چکین کیماوی بن پیکریه. جالی خواه وزیر دروی امریکای مایک پومپیو بریدمکی راگهاند بو که واشنطن در انجام ریخستن ریو سربار کرد که لجم رژیما سوریه مواد کیماوی و سارین و کلور هنه. تیما دیفچونه یا ریخستن قدغیا چکین کیماوی در راپورتا خود راگهاند که چکین آسمانی سوریه بالافرین لشکری جوری سخوی 22 هلیکوپتر و بمبین کلور و گاز سارین ارمانجا گوندکی لباجار حمای ده سال 2017 هنده کرنه. هر ده همان درباره دو لگوری کانال DW بلاف کریه ریخستنا قدغیا چکین کیماوی دمهن بیده راپورتک درباره ایریشا بگازا کلوری لسر باجار دومای یا ده نیسان 2018 هنده بلاف بکه.